میگم وقتی رضا شاه می‌خواسته بانک ملی رو تأسیس کنه، میاد به بازاریا میگه که بیاین اوراق بخرین و سرمایه گذاری کنین که بتونین این بانک رو راش بندازین. بازاریا هم راضی به همچین کاری نمیشن. خبر به گوش فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه میرسه که خیلی مایه‌دار بوده. میاد میگه که مگه من مردم که از بازاریا میخوای پول قرض کنی؟ خودم سرمایه گذاری میکنم. و اینجاست که بانک ملی راه میفته. اون موقع یه قانونی بوده که کسی بی‌دلیل نمیتونسته مغازه‌شو ببنده. یه روز رضا شاه با ماشینش از تو بازار رد میشده، میبینه یه مغازه بسته است. دستور میده صاحب مغازه رو بیارن. کاشف فهمن میاد که صاحب مغازه یه مشروب فروش ارمنیه. میارنش و رضا شاه بهش میگه که پدر سوخته، واسه چی مغازت بسته است؟ ارمنیه به رضا شاه میگه که قربونتون برم، امروز شهادت مسلم ابن عقیله و من گفتم شاید سلاح نباشه امروز به مردم عرق بفروشن. رضا شاه هم وقتی میبینه حق با طرفه مرخصش میکنه و برمیگرده به همراهیانش میگه که من توی این مملکت یک مرد دیدم که خانم فخرالدوله بود و یک مسلمون دیدم که ارمنی بود. سالها بعد خانم پروین اعتصامی راجع به همین ماجرا شعر میگه. واعظی پرسید از فرزند خیش، هیچ میدانی مسلمانی به چی؟ صدق و بی‌آزاری و خدمت به خلق، هم عبادت هم کلید زندگی است. گفت زی معیار اندر شهر ما یک مسلمان است، آن هم ارمنی است.